سلام مجدد دوستای عزیز. در بند اتحاد جاغوری کار سنگکاری و اینی 1 متر در سر بند سنگ کاشته، ریگ آورسته، تکمیل شده. فقط هم بخش گردنکش مانده که گردنکش هم کار جریان داره دیگه. اینی قسمت هم اینی قسمتی که لبه سنگه. این من از انجینر صاحبم پرسانم ریگ میگه میندازنه در اینجی. پشت از این سنگا کاملا ریگ انداخته میشه دیگه. طول از این نام خدا خیلی زیاد شده. این هم قسمت کاسه بنده. کاسه بندمون اول مقدر است که برای سنگکاری را که او بیده سیمنت تر کنه برای کار کارگرها اوش را تامین منه. روی بندم که این سنگاش این رقم چین داشته. روی بند کامل سنگاش تکمیل شده تا آخر را. سابق که بود از بین از این قولی اینتی راه بود که نبولا میمادال به خاطر که بنده اینجا احداث کردن راه را از طرف اون قسمتی که اونو موتری دو طرف ما را سرک کشیدن. این سرک هم ما را در اون طرف سنگمیری تنگخور که سرک را کاملا از بالا جار کردن. سگ که میگه وفادار این میرخمه قد خونده قد موتر شی که سوار بر موتر همراه زو دیدک دماره. خب من این قسمت آخر بند آمدم که می گردنکش خامه زیر خاکی زیر یک دفعه فیلم میگیرم. این قسمت راه هم گفته که باید اینجا که قسمت راه یک دهنه کوچی گشته. این مال یک کسی پیامش را آورده که این هم باید تکمیل سنگ شنه، یعنی این راه باید کامل سنگ چینی شنه. این دهنه پر شنه راه را از سمت آخر بیله دیگه. این راه را میله در این طرف و اینی کانالی که کانال گردنکش این طرف هم سنگاشی تکمیله. این سنگاره که اینجا ریخته کاملی می سنگی را بس مونه. کانال گردنکش هم همون کانال سابقه دیگه چون به خاطر کانال خامه اینمی بسندک دن. بند اتحاد جاغوری نماد از وحدت، همدلی و همبستگی مردم منطقه که میخواد زحمت کشیدن و این بند را احداث کردن. هرچند که حالی فعلا آب از بالا نمیه ولی هم آب زمستان برف باران از بلو از طرف تمقل کمو که اوش تبایه این کاسه را انشاءالله با امید خدا پر مونه دیگه. هر چقدر که زمین سیراب شنه آبی ذخیره زیر زمین سطحش میه بالا و چاهای مردم یکمی پرآب میشه. ارتفاع خود لبه کانال هم اندازه ارتفاع همین لبه سنگچینیه که تا ای سر تا او سر رفته.
گادی یک دونه گادی که بریم بیل است آن دو دیگه مالا آن پاکول مالا یک بوده کتالو کم گادی نمیشه فرما خیلی کسان داره بالا بریم گادی بریم گادی نست که امور جای دوستا خوبی؟ جانجال بخیر خیر خیرت سلام علیکم شکر چی حالا والا زای بیننده ای بود گزارش کوتاهی که ما از بند اتحاد جواری بلدشیم تا یک دم امیدواریم با دیدن این فیلم لحظاتی از جریان کاری بند با خبر شده باشین دیگه هر جا هستین صحت و سلامت باشین کانال از متاخر بیننده باشین لایک سابسکرایب یادتون نره جریان کار کانالی بند اتحاد جوریه که یک سالش تقریبا تمامه تا دیدار دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم از نو غریبو